برگشتن به من گفتن بو میدی. بعد من اینجوری بودم که چی؟ گفتن چرا انقدر عطر زدی؟ یعنی به عطر زدن ما اون سالا گیر میدادن. به عنوان یک هنرمند میرفتیم داخل با ماشینی که آفیش شده بود، اون ماشین میگفتن صندوق عقب ماشینو بده بالا. خب من به عنوان یه بازیگر چی میخوام حمل کنم توی سازمان؟ میدونید چی میگم؟ یعنی انقدر اون سالا این فضا منو برام تحقیرآمیز و توهین‌آمیز بود. بعد میگفتم که خب شما چرا یه ایکس ری نمیذارین؟ چرا میاین عین چیز مثلا ما رو میگردین؟ بذارید که اگه با چیزی هم داریم حمل میکنیم، انقدر آدمای خطرناکی هستیم، حداقل من که انقدر کم عقل نیستم یا ساده لو که بذارم پشت چی میشه؟ صندوق عقب. میذارم زیر ماشین یا یه جای جاساز میکنم اگه بخوام کاری هم انجام بدم. درسته. یا برای پوشش من هزاران بار، یک بار آقای پور محمدی وساطت کردن، زنگ زدن گفتن آقا بفرستین بنده خدا رو بیاد تو، برای یه لاکی که من داشتم.